این هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیسی خبیثی که دستش رو تا کتف کرده تو سفره مردم، بعد روزه عدالت میخونه. ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت و تمام هممون اینه که واقعا عدالت در جذب، عدالت در پرداخت، عدالت در ارتقاء نیروی انسانی، عدالت در بکارگیری و انتصابات، عدالت در اختصاص امکانات، همه اینا باشه. البته پدرزن گردن کلفت همین رئیسی یعنی بوفالوی نظامم برای داماد جلادش پپسی باز میکنه و چنین قمپوزی در میکنه. براندازی فقر مطلق هست. آقای رئیس جمهور مکرر گفتن ما در این دولت میخوایم فقر مطلق براندازی بشود. فقر مطلق یعنی چه؟ یعنی که ما بگیم آقا در این مملکت یه خانواده ای هست که ای از تأمین نهار و شام روزمره خودش عاجزه و نتونه هیچی برای خودش تأمین کنه. خب این فقر مطلق باید براندازی بشه با این کمک معیشتی. حالا اگه سوالتون شده که آخوند رئیسی و پدرزنش به پشتیبانی عظما چطور میخوان عدالت رو برقرار کنن و فقر مطلق رو براندازی کنن، یه نگاهی به این کلیپ بندازید. آردایی که از کربلا برگشت خورده به ایران، مردم خودمون نون ندارن بخورن، آردارم میفرستن برای کربلا. توجه بفرمایید، اینا رو میفرستن برای کربلا در صورتی که مردم خودمون از گشنگی دارن میمیرن. تو روزایی که سفره مردم ایران خالی شده، آخوندا اینطوری بار میزنن و روغن هم بار میکنن. آقا و صندلی آقا پر روغن کردن دارن میزنن. هنوز آرارا صندلی پره. داره میبینیم. خودشون شب و روز در حال مفخوری هن، بعد برای مردم گرسنه ایران از این روزه ها میخونن. کم بخوریم، غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بیمزدید و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه. این هم یه نمونه دیگه از آخوندهای حروم لقمه و دین فروش و راه حلش برای براندازی فقر مطلق. ما مردم حسینی هستیم، ما ملت عاشورایی هستیم. همونطوری که اهل بیت امام حسین در کربلا آب هم برای خوردن پیدا نکردند، سر تسلیم در برابر ظالم فرود نیاوردند. مردم ایران آنچنان به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستند، آنچنان به ولایت وابسته هستند، مرغ که هیچی، تخم مرغ که هیچی، آب هم برای خوردن پیدا نکنند دست از این نظام بر نمیدارند. اما این جنگولک بازی ها دردی از عظما دوا نمیکنه و از تو استبل ولایت یه چنین صداهایی بیرون میاد. اقتصادی رو داریم جراحی میکنیم که رو به موت است و واقعا با این جراحی ما نه تنها اقتصاد رو بلکه مردم رو به نوعی داریم جراحی میکنیم. این میگه داریم مردم رو جراحی میکنیم، اما مردم میگن باید این درد رو از ریشه جراحی کرد. شما نمیتونید زخمای مملکت با یارانه مداوا کنین. این یارانه که با ما میدین یه مسکنه. این مملکت احتیاج به جراحی داره. با دادن یارانه مردم برن تو صف وایسن، از اون استقلال حیثیتی بیافتن، هیچ اراده اختیاری از خودشون نداشته باشن، این مردم دیگه مردم واقعی نیستن که یه ربات هستیم. مشنگستان این هفته رو با جمله از این شهردار دزد و بی سواد شروع میکنیم که به ربان میگه رمان، بعد ادعای دکتری هم داره. این از اون کارهای کارستانه که دیگه پروژه معنی پروژه بزرگ بگید که یه پروژه بزرگی است که کسی میخواد به رمان پاره کنه نیست، اما از اون پروژه ها بزرگتره. حتما این گزارش مسخره تیویریش رو به خاطر دارید که میخواست دزدی آخوندا به اسم پرداخت یارانه رو ماسمالی کنه. من الان برنج برمیدارم. بعد این برنجی که ما برداشتیم
10 کیلویه توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر. حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. اول خانم زنگابادی خانواده 4 نفره با 1,200,000 تومان یارانه. تخم مرغ 20 عددی 37,700، شیرشون 9,900، پنیر 25، ماکارونی رشته‌ای، روغن سرخ کردن، جمع مرغشون شد 284. پاکستانی هم 300,000 تومان، 819,500. 819,500. گفتم یه چی هم تش میمونه. آره خرید خوبی بود. حالا ورژن دیگه از همین گزارش رو ببینید که توسط هموطنانمون ساخته و منتشر شده. امروز خبرنگار ما به فروشگاهی رفته و پیگیر شده ببینه با یارانه واریز شده چه کالاهایی میتوان خرید. قیمت الان چطوره؟ خیلی بالاست. به نظرتون چرا انقدر گرون؟ نبودن مدیریت درست. این چه وضع جامعیه؟ این چرا اینقدر معضلات؟ خیلی زیاد فکر میکنم هر روز داره میره بالا قیمتا. تورم بدترین معضل دنیاست دیگه. بالاخره هر کی نمیتونه با این کنار بیاد. هممون با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم، جیبا خالیه، به هزینه واقعا نمیرسیم. این 1,000,000 خواهش میکنم آقای رئیس جمهور، 1 ماه یا خرج منو بکش اگر تونستی مردی. یعنی تمام این مشکلات مملکت از بی‌مسئولیتی مسئولینه که فکر مردم نیستن. وگرنه سن و سالی از ما گذشته، ما اون دوره‌هایی دیدیم، همه چی رو دیدیم. خیلی گرونه همه چیز. نسبت به سال قبل چقدر افزایش پیدا؟ نسبت به روز قبل بگو چه افزایش پیدا کرده، خیلی زیاد. روز به روز متاسفانه داره همه چی بالا میره. چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ نمیدونن هزینه‌های زندگی چقدره؟ یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. این هم یک کلیپ دیگه که در اینترنت منتشر شده و نسخه طنز همین گزارش تیویریشه. قدیم خدمت یک شهروند نمونه که ایشون با یارانه‌شون اومدن برای خرید. حالتون خوب آقا؟ خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ من دوست دارم برامون توضیح بدید که امروز با یارانه‌تون چی خریدید؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم از همه مسئولینی که این زحمت رو کشیدن برای ما یارانه در نظر گرفتن. من با یارانه امروز خرید ماهانه رو انجام دادم و مقداری هم پول اضافه آوردم برای ماه بعدم. به به، میتونیم ببینیم؟ بله حساب کنید لطفاً. خواهش میکنم. یه ترشک، یه آدامس خریدم از این آدامس خوبا، یه دونه تخم مرغ خریدم، روغن خریدم با قیمت جدید و برنجم برای 1 ماه هم خریدم. خیلی ممنون. چقدر پولتون خدمت شما. ببینید کلی هم اضافه آوردم که برای ماه بعدم استفاده می‌کنم. چقدر خوب. پس شما از یارانه‌تون راضی هستید؟ بله خیلی راضیم و تشکر میکنم از مسئولین. به به، خدا نگهدار. خداحافظ. این مجری تیویریش هم طبق معمول میخواست تقصیرها رو به گردن مردم بندازه، اما آدرس عظما رو داد. دیروز حدود 40 تن آرد نونوایی تو انبار سنگبری تو جنوب تهران گرفتن. ربطش به برنامه ما یکیش این میشه که آقا این الان کجا نگهداری شده، تحت چه شرایطی نگهداری کردن. خب بعد این میاد میشه نون، میاد میشه بیسکویت، میاد میشه نمیدونم کیک، میاد میشه شیرینی، بعد میدن دست مردم. بعد همینا میاد میگه که فلان فلان شده، دیدی ماسکو احتکار کرد. خب تو فلان فلان شده هم آردو احتکار کردی دیگه، اون فلان فلان شده هم که رفت روغن رو احتکار کرد که. بعد همشون با هم دیگه میگن فلان فلان شده مثلا قرص رو احتکار کرد، اون یکی میگه فلان فلان شده رفت نمیدونم واکسن کرونا رو رفت احتکار کرد. خب همه فلان فلان شده هستین دیگه که این کارو میکنید. اینجاست که وحشت به جون آخوندا میفته و خودشون دهن باز میکنن و لو میدن که دنبال سوراخ موش میگردن. خدای نکرده اگر 10,000 نفر این شهر، یعنی 1/10 این مردم شهر بریزن تو کوچه و خیابون، والله العظیم من امام جمعه نماینده فردا دنبال یه جایی میگردیم که فرار کنیم. به خاطر ترس از همین روزه که مزدوراشون رو اینطوری تو ایزه به خط کردن. امروز جمعه 30 اردیبهشت، جمع امنیتی ایزه توکل میخواد اینجوری باشد. بالاخره مردم کار خودشان را خواهند کرد. توی این اوضاع و احوال این شما و این هم یکی از طرح‌های مشنگانه عظما.
به گفته آقای نوری کتاب‌های تحصیلی 1401 1402 چاپ شده و امکان تغییر این کتاب‌ها را نداشتیم، اما طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب مطالب غیر کاربردی کتاب‌های درسی که منفعتی برای دانش آموزان ندارد از سال آینده از کتاب‌های درسی حذف خواهد شد. منظورش از تغییر کتاب‌های درسی احتمالاً تبدیل کلاس‌های آموزشی به کلاس مداحیه. چون یکی از نوکرای حیدر هستم، چون یکی از نوکرای حیدر هستم، تو آتیش نمی سوزم، تو آتیش نمی سوزم. البته دانش آموزانم اینطوری جواب طرح‌های عظما و آخوندی شدن کلاس‌ها رو میدن. سیستم آموزش و پرورش آخوندا در مقایسه با استانداردهای بین المللی یه چیزی تو این مایه هاست. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به استبل ولایت بزنیم که توش این نوچه عظما داره گلوش رو پاره میکنه. و اقول للعالم کله ان حبیبنا و عزیزنا و سیدنا و قائدنا و امامنا هو آیت الله العظمى الامام السید علی الحسنی الحسینی الخامنئی. این هم اومده درباره مضرات موسیقی حرف بزنه، اما معلوم نیست مضرات موسیقی رو داره میگه یا سم توکسین. موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره، یبوست میاره، قولنز روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره، ژنتیکی تغییر داره بدن ایجاد میکنه، نمیذاره از بدن عفونت دفع بشه. خدمت شما عرض دارم که غلظت خون میاره، غلظت خون بالا میبره. حالا که صحبت از موسیقی شد، سکانس پایانی رو به این هنرنمایی جالب اختصاص میدیم.